به تمام اون افرادی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن سلام عرض میکنم. در این ویدیوی کوتاه یک سوال خیلی جالب وجود داره که سوال یک مرحله اول المپیاد ریاضی سال 1403 هستش که سوال ما هم این بود: حداقل چند تا عدد طبیعی متقارن باید با هم جمع بشوند که عدد 1403 حاصل شود. خب قبل حل این سوال یک چیزی رو میخوام برای اون افرادی که نمیدونن عدد طبیعی متقارن چیه بگم. اون افرادی که میدونن چیه این 30 ثانیه از ویدیو رو نگاه نکنن، 30 ثانیه برن جلوتر. هر عدد طبیعی متقارنی رو که تو چه از چپ به راست میخونی و چه از راست به چپ میخونی میبینی دنبال اعداد هیچ تغییری نمیکنه، اون میشه عدد طبیعی متقارن. به عنوان مثال 2 یه عدد طبیعی متقارنه و 33 هم یه عدد طبیعی متقارنه و از طرف دیگر 606 هم یه عدد طبیعی متقارنه. حالا میریم سراغ حل این سوال. حداقل چیزی که معلومه اینه که یکی نمیتونه باشه، چون میبینی که 1403 یه عدد طبیعی متقارن نیست. حالا ببینیم دوتا چی؟ دوتا میتونه باشه یا نه؟ برای اینکه بریم ببینیم دوتا میتونه باشه میایم نزدیکترین اعداد طبیعی متقارن به 1403 و کوچکتر از اونو دونه به دونه از بزرگترین تا کوچکترین از 1403 کم میکنیم، ببینیم آیا یه عدد طبیعی متقارن به دست میاد یا نه، که بزرگترینشون میشه 1131. 1403 منهای 1131 میشه 72 که این قابل قبول نیست، این به کنار. بعدش میشه 1221. 1403 منهای 1221 میشه 182 که اینم قابل قبول نیست. بعدیش هم میشه 1111. 1403 منهای 1111 میشه 292. این قابل قبوله. الان 292 یه عدد طبیعی متقارنه. این یعنی 1111 به اضافه 292 قطعاً برابری میکنه با 1403. یا به عبارت دیگر حداقل 2 تا عدد طبیعی متقارن با هم جمع بشن عدد 1403 پدید میاد. پس جواب این سوال رو به دست آوردیم. حداقل 2 تا. موفق باشید.